مرگن او نیگو دورد گوزن نفهمیدم نگوید نشونیدم نگوید شرکتی بارکشانی قربان نظر در خدمت شما حاضر است همه بارهای شما را از مسکو و مسکوسکی اوبلاست و تاجیکستان می‌آورد اگر خواهیتون و خانه هایتان میبرد اگر نه مرکز باربیاری شرکت قربان نظر ناحیه جامی دهه نوآباد نزد مگزین اشان حرکت کنید بیایم السلام علیکم و علیکم السلام گوشت چند سم شد بابا؟ مرحبا نرخان نوشتگی به چشم خودتان ببینید ایش 73 ایش 67 سم اکا بابی برای چی ایش 67 سم؟ آره برای که باید گوشتی غنوجین چای ایش 73 سم گوشتی بوکا گوشتی بوکا بایی گوشتاتان سویجه یا بابی؟ وای ما گوشتامون دی گارانتیا میده تا همون درجه انا ترى توزيكي گوشتی همین روزه نیاخی هرگز در دکانی موکو گوشت پگه نمیمونه ما همین کلیتای همین روزه رو برسانیم بگاول همش گوشتی ملایمه گوشتی هنرگیچه میفوره گوشتی بوقه میفوره همخی ملایمه که هسته که اگر خانت بودی گوشت نپختک سخت ماندکو بیا پلی گزه سویته میتونم این گارانتیا داره گوشتی مایه مرحال این اکنومیش بابی دیل جیگرم دارین ها؟ هستا؟ دیل جیگر کالا پوچا شکما گوشتی هنرگیچه گوشتی بوقه شید بابی انا که ای همیش 67 سامانت بابی خب 1 کیلو ای 67 سامانت بگی بیو و ای انی 73 سمت 3 کیلوی دیگه بابی استخوانش بسیار نباشه دختر ما این گوشت موکو عموما استخوان نداره انا ایش که خوش رو گفته سر همش گوشت خوبه این مرحبا آشی جون تو شما نه برکت بیومید و برای خوب بازی میشه نه مرحبا این بابی دی پاکتون کم کو؟ این چوی خیلی شده این کم دکو بابی؟ این کم دکو بابی؟ این چی این پاکت مو نروی مخ ما خیلی زود ایرو نداری مخی این همه تو بخاطر تا خانه رو میرو بابی ما یکی خیلی قبیدو بردن نمیشوه این قدر گوشتای خوش رو حیف میشن یا آیا اگر دختر ما یا پاکتی دست دارک بتون تا هم؟ نه بابی خوب ترش در یک پاچه دارک بودین که همین گوشتا تا خانه ما برو با وی بابی گوشت ما شید نه گوشت ما نشیده همین دوکانی گوشت فروشی نوروز ایجا پوچید چه شید 200 متر بالاترک رو بروی 7 رنگ وقتش اینجا ارند بود انا دو بچه ها صاحب دوکان شخصی خودشان شیدن رفتیم نشان میتون انا بچم من دوکانی گوشت فروشی نوروز نگه یادم اکو سکرتش در چیه تو چو همین دوکانی نوروز رو کفته گشتی نمیدونید نه اوخی آخی دوکانی نوروز گوشت های مولای یوش لحمه هایی که همین خیلی در دهت میپرتای او میشه واه خیلی گوشت داره خیلی گوشت داره تو یک گپ زوری دیگه هسته بابی اما این دوکانی گوشت فروشی نوروز با برزم ایه که تمامی مردم با گوشت تامین میکنن اما که بابی جان آشپز داره در ایجا خوی اگر برای توی معرکه زپس میکنی آشپز آب جوشانک دست ماور آب میجوشن بابی دیگ و تدگی ها را به ایجاره میتین میز کرسی ها دارن بابی برای معرکه ها و با دستشوی ها دارن بابی حتی همین دیگ طبق هم به ایجاره میتین برای معرکه اگر توی داشته باشی همین جمعی همون کارت بود بشه بابی شما هم بیای نگنه
جای دائمی انا همین دکان گوشت فروشی نوروز کوچه عبدالرحمن جامی رو بروی بینای هفت رنگ پایین رقمای تلفنشون شما روز سحر بیگای خواهید زنگ بزنید شما در خدمت میرسونه. سلامت باشید.